سردی هوا در کابل دیشب چندین معتاد به مواد مخدر را به کام مرگ رساند. منابع در وزارت صحت عامه که نمیخواهند از آنان نام گرفته شود، جان باختن 50 تن را تایید می کنند. اما مسئولین وزارت صحت عامه این رقم را خیلی کمتر، یعنی 10 تن می خوانند. سختم در ساعات مختلف گزارش‌هایی که به ما رسیده، شب گذشته ما تلفات داشتیم، اما ارقامش شاید بالاتر از 10 نفر نباشه. این که تنها در پل سوخته کابل چی گذشته است از محمد نبی پرسیدم. او گفت با این هوای خنک 2 تا بنده خدا به جوار رحمت رفت. یکی سید بچه و جوان بود، اما یکی میان سال است. خوب که رفت دیگه معلوم نیست که جنازه کجا میشه، کی میبره، زیر خاک میشه نمیشه، غسل است نیست چی. برو به امید خدا همین رقمی. سردی هوا دیشب در کابل حدود -3 درجه بود. این سردی ها سبب شده تا وزارت های صحت عامه و مبارزه با مواد مخدر مشترکاً کمپاینی را برای جمع‌آوری معتادین آغاز کند. در نخستین روز 300 تن را جمع‌آوری کردند. اما پرسش اینجاست که آیا این وزارت ها می توانند جان سایر معتادین را از سردی هوا نجات دهند؟